هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدگی بودم. خیلی حالم خوب نبود و یگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذاشته بودم، اونجا هم نرفتم. اما نمایش بعد یک مدت، بعد 10 روز رپتیسیون من گرفت. نمایش من کشید، غرق کرد در خودش. من با پلیس رفته چی گویم؟ جناب کمیسر، کودک 65 ساله گم شده. نمایش خونخوار تاراسی مسحکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاه نور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانه‌اش زیاد چالاکچی و اوباش شریک وی عثمان بقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مرد بی‌آزار، حلیم، مهربان بوده. با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یکی از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره شینی می‌کنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره وارد بحث می‌شوند و به پلیس مراجعت می‌کنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را به یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان می‌اندازد. تاراس محل است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است. مسئله روز است آخه. همون وقتی که مثلا ما 10 روز رپتیسیون کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانم مرا در نمایش از خانهش پیش کردن. یعنی اجاره شین بود، عیناً مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گریه میکرد که یعنی بارو بخچه در بیرون در ماندیم، نمیدونم چی کار کنم. من گفتم بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است. یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزها را از بین بریم. این اثر هرچند در سالهای 60 عصر گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابینان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمان ما احساس می شود. به گفته تماشابینان اجرا کردن نقش‌های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملکه عزیز محمدova، بای مراد حییتوف، رابعه عبداللهی‌وا آن را مؤثرتر کرده است. ما امروز به تئاتر کمال خوجندی آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. در این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت. Здесь в этом спектакле играла моя тетя. در این نمایشنامه خاله من نقش آفریده است. نمیدونم حسیاتم را بعد تماشای آن چگونه بیان سازم. با خاله هم افتخار میکنم. نام آن کس ملکه بانو عزیز محمدova است. این نمایشنامه خیلی رنگارنگ بود. لحظه های خرسندی و غمگینی داشت. من انتظار نبودم که این نمایشنامه به من پسند می آید. Было очень интересно смотреть его. Я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился. تشبثکاران به صحنه‌گذاری نمایش میگویند آن را در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان هم پیشکش تماشابینان کردند. امسال بار اول آن را در خوجند به نمایش گذاشتند و تصمیم دارند به دیگر منطقه ها نیز روند. یگانه جایی که ما میریم همه وقت زال تالارا پر میسته، پوری تماشابین است. همین خوجند است. برای همین ما از مردم خوجند، از مردم فرهنگ دوست، تئاتر دوست خوجند میnnetdar هستیم
این در حقیقت اولین سفری ما در سال 2025 است. هرچند خونخوار تاراسی در انقره نوشته شده است، آن صدای اجاره نشینان را در دوشنبه، خوجند و هر گوشه دیگری که مردم برای عدالت تلاش میکنند انعکاس میکند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.